أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. خب کتاب ریاض الصالحین باب خوف آیات را خلاص کردیم، میگذاریم در قسم حدیث ها. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین حدیث 396 چنین آورده است، میگوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، و از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو الصادق المصدوق، یعنی سخن گفت ما را پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم صادق و مصدوق است، یعنی راستگو شمرده شده است. یعنی هر سخنی که میگوید سخناش راست است و خودش راستگو هست. خب پیغمبر چی گفت؟ گفت که این احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت هر آینه هر یکی از شما، این احدکم هر یکی از شما، یجمع خلقه جمع کرده می شود، خلقش یعنی که اون چیزهای ماده با وجود آرندهش، فی بطن امه در شکم مادرش یعنی در رحم مادرش، 40 یوما 40 شبانه روز، نطفتن این جمع کرده می شود 40 شبانه روز نطفه می استد یعنی آب می استد. ثم یکون علقه مثل ذلك، پس می باشد علقه مثل آن، یعنی بعد خونی بسته می شود مثل آن، یعنی باز 40 شبانه روز دیگر 40 شبانه روز دیگر اون نطفه اون آب تبدیل می شود به خونی بسته. ثم یکون مضغه مثل ذلك، پس می باشد مضغه مثل آن، یعنی گوشت پاره می گردد، یعنی بعد از 80 روز 40 روز نطفه 40 روز علقه، بعد از این 40 روز دیگر با مضغه می شود یعنی گوشت پاره می گردد. اکنون بعد از 120 روز ثم یرسل الملک، پس فرستاده می شود ملائکه، پس ملائکه فرستاده می شود، یعنی معلوم است که الله سبحانه و تعالی ملائکه را می فرستند، روان می کند. فینفخ فیه الروح، پس می دماند در همون انسان، در همون آبهای جمع شده روح را، یا در همون مضغه روح را. الله تبارک و تعالی ملائکه را امر میکند ملائکه روح را میدماند. و یؤمر باربع کلمات، و امر کرده می شود به 4 کلمه، یعنی ملائکه امر کرده می شوند که این 4 کلمه نوشته شود. این 4 کلمه چی است؟ بکتب رزقه، با نوشتن رزقش، یعنی انسان را رزقش نوشته می شود که این انسان چقدر رزق می بیند و چقدر رزق براش نوشته می شود، نصیبش می شود. یکم رزق است. و اجله، دویم اجلش نوشته می شود، یعنی که حیات و زندگی و بعد آخرش مرگش که کی این انسان قضا می کند. و عمله، و عملهاش نوشته می شود که این انسان چی عملها را انجام می دهد. و شقی او سعید، در آخر بعد خلاصهش نوشته می شود که این انسان شقی است یعنی بدبخت است، او سعید است یا خوشبخت و نیکبخت است. پس این 4 چیز نوشته می شود. اکنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه فالذی لا اله الا غیره، پس قسم به ذاتی که نیست معبود بر حق بجز اون الله، غیر اون الله دیگر معبود بر حق وجود ندارد. این احدکم، هر آینه هر یکی از شما، لیعمل بعمل اهل الجنه، عمل میکند به عمل اهل جنت، حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع، تا اندازه که نمی باشد، ما یکون نمی باشد، بینه بین همین انسان و بینها و بین جنت، الا ذراع مگر 1 ذراع، یعنی بین انسان بین جنت فقط 1 ذراع است تو بس، یعنی انسان عملهای را انجام میده همین قدر به جنت نزدیک می شود.
فیسبق علیه الکتاب، پس سبقت میکند بر اون انسان کتاب، همون نوشته شده سبقت میکند. فیعمل بعمل اهل النار، پس انجام میتید کارهای اهل نار را. فیعملو، پس انجام میتید، پس عمل میکند عمل اهل نار را، کارهای اهل نار را، کاری را میکند که اون صفت اهل نار است. فیدخلها، پس داخل نار میشود. فیدخلها، پس اون انسان داخل نار میشود، یعنی که عملهای نیک میکند چقدر به جنت نزدیک میشود، در آخر حیاتش کار میکند که انسان را به دوزخ میبرد اون عملش. و این احدکم لیعمل بعمل اهل النار، و هر آینه هر یکی از شما لیعمل بعمل اهل النار، عمل انجام میدهد به عمل و به صفت اهل النار، کارهای اهل النار را. حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع، به اندازه ای که نمی باشد بین اون انسان و بین آتش، بین نار، الا ذراع، مگر به اندازه از ذراع، یعنی همین قدر به نار نزدیک می شود. فیسبق علیه الکتاب، پس سبقت می کند بر اون انسان کتاب، پس تقدیرش کتاب بر اون سبقت می کند. فیعمل بعمل اهل الجنتی، پس عمل می کند به صفت و به عمل اهل النار. فیدخلها، پس اهل جنت، پس فیعمل بعمل اهل الجنه، پس عمل می کند به عمل اهل جنت. فیدخلها، پس داخل جنت می شود. یعنی اگه انسان فاسق و فاجر چندین سالا در معصیت و گناه غوطیدگی است، در آخر حیاتش رجوع میکند، یک عمل میکند، رجوع به سوی الله میکند و یک کاری را انجام میدهد که همین کارش سبب میشود که اون انسان داخل جنت میگردد. یعنی که ما باید تا زمانی که در بدنمون جان هست ترس و خوف از کفر و معصیت و نافرمانی داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی ما را از این حفظ کند که این خطرناک است. برای هم خاطر میگیم ثبت قلوبنا علی دینک، اللهم یا ربنا ثبت، یعنی بار الها ثابت قدم بگردان دلهای ما را در راه دینت، در راه حق. خب این حدیثی چی است؟ متفق علیه است، حدیث متفق علیه. خب این بود حدیث 396. بعد از این حدیث 397 و عنه قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه همچنین روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم یؤتی بجهنم، یعنی آورده می شود دوزخ. یؤتی بجهنم بره ترجمه نمیکنیم، آورده می شود دوزخ. یومئذ لها 70,000 زمام، یومئذ در اون هنگام دوزخ دارد 70,000 ریسمان، 70,000 زنجیر دارد. یؤتی بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام، یعنی آورده می شود جهنم در آن هنگام، یعنی در وقتی آوردنش، لها 70,000 زمام، دارد اون جهنم 70,000 ریسمان، 70,000 زنجیر دارد. مع کل زمام، اکنون هر یک ریسمان، هر یک زنجیر، 70,000 ملک یجرونها، 70,000 ملائکه است که میکشند اون جهنم را. یعنی اون جهنم میخواهد که همه را به خودش جلب کند یا همه را به خودش بکشد و ملائکه های هستند که او را میقپند و به سوی خودشان میگجرونها، یعنی میکشنشون که در بالای مردم هجوم نکند. فهمو؟ مع کل زمام، یعنی 70,000 ریسمان است، هر ریسمانش 70,000 ملائکه دیگر است که جهنم را پیش رهش میگیرن، میگردن، میکشنش. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 398 و عن النعمان بن بشیر رضی الله عنهما قال، از نعمان بن بشیر رضی الله عنهما روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگوید این اهون اهل النار عذابا یوم القیامه
هر آینه آسانترین اهل نار عذابش، یعنی آسانترین عذاب برای اهل دوزخ یوم القیامت، در روز قیامت، لرجل توضع فی اخمص قدمیه جمرتان یغلی منهما دماغو. میگد مردی است، یعنی آسان ترین عذاب در روز برای اهل دوزخ در روز قیامت مردی است، یا برای مردی است که توضع گذاشته می شود فی اخمص قدمیه، در جای پستی قدمش، یعنی که در کف پاش، همون جایی که کف پایی که داخل شده است، یعنی که درون آمده است، همونجا اخمص میگن. در انا همونجا مانده می شود جمرتان، دو آتشه یا که دو لخچه که یغلی منهما دماغه، می جوشد از گرمی انا همین دو لخچه یا که انا همین دو چیزی که در کف پاش میمونن، دماغش یعنی مغز سرش می جوشد. همین قدر تسپون است که در تای پاش میموند، مغز سرش می جوشد. ما یرا ان احدا اشد منه عذابا و انه لاهونهم عذابا. ما یرا یعنی که تصور نمی کند، همون انسانی که اکنون این عذاب در گرفتار می شود. ما یرا تصور نمی کند یا نمی بیند ان احدا اشد منه عذابا، هر اینه کسی سختتر عذابش باشه از این دیده. یعنی این انسانی که در تای پاش میموند، مغزی سرش میجوشد، این انسان فکر میکند که سختترین عذاب در خودش گرفتار شده کی است، یعنی یگان کسی دیگر از این عذاب سخت ندارد. لیکن چه است؟ و انه لاهونهم عذابا، لیکن این انسان در همین حالتی که وجود دارد، سبکترین عذاب برای این هست. یعنی حالا این سبکترین عذابی دوزخ همین است که در تای پاش میموند، مغز سرش میجوشد، این سبکترینش است. اما میگه خودی همون انسانی که همین عذاب در گرفتار شده است فکر میکند که این سختترین عذاب است. نه، این طور نیست، بلکه آسان ترین، سبکترین عذاب جهنم همین است که در زیر پاد میماند لخچه را، مغز سرت میجوشد. الله پناه بتید. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 399: و عن سمورة بن جندب رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال. از سموره ابن جندب رضی الله عنه روایت است، هر اینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: منهم من تأخذه النار الى کعبیه، یعنی منهم بعضی از مردم های هستند، من تأخذه یا منهم بعضی از ویها، یعنی بعضی از مردمی که در جهنم هستند یا که در روز قیامت در محشر هستند، من تأخذه النار الى کعبیه، یعنی کسانی هستند که تأخذه یعنی میگیرد وی را یا فرا میگیرد وی را، در بر میگیرد وی را دوزخ، الى کعبیه تا به جلک پاش. یعنی بعض مردم در آن روز، در روز محشر، آتش تا کعبان، تا به جلک پاش است. و منهم من تأخذه الى رکبتیه، و بعضی از مردم دیگر هستند کسانی که فرا میگیرد اونها را آتش الى رکبتیه، تا زانوش، یعنی تا زانوش در درون آتش است. و منهم من تأخذه الى حجزته، و بعضی از مردم دیگر هستند که کسانی هستند که تأخذه الى حجزته، یعنی آتش فرا میگیرد اونها را تا کمرش، تا میانش در داخل آتش است. و منهم من تأخذه الى ترقوته، و بعضی از مردم دیگر کسانی هستند که فرا میگیرد آنها را آتش نار، آتش فرا میگیرد الى ترقوته، یعنی تا شانهش، تا شانه هایش، تا کتفانش آتش جهنم اون را فرا میگیرد. یعنی هر کس موافق به گناه و معصیتش، هر کس موافق به اعمالش عذاب میبیند. فهمو؟ این از حدیثی رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است.
خب بعد از این حدیث 400 و عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یقوم الناس لرب العالمین حتی یغیب احدهم فی رشه الى انصاف اذنیه. یقوم الناس یعنی که می ایستند مردم یا حاضر می شود مردم، لرب العالمین یعنی در نزد پروردگارشون می ایستند مردم یا حاضر می شوند مردم در نزد پروردگارشون، حتی یغیب احدهم فی رشه، به اندازه ای که یا تا اینکه حتی تا اینکه که به اندازه ای که یغیب احدهم فی رشه یعنی غرق می شود، یغیب یعنی غایب می شود، یعنی غرق می شود یکی از اونها فی رشه، فی رشه یعنی فی عرقه، در عرقش، یعنی همون قدر عرق میکند که در عرق خودش غرق میشود، الی انصاف اذنیه، تا بگیم اون سر گوشاش و اون جای برآمدگی گوشا، خلاصه تا گوش این انسان غرق عرق خودش میشود، فهمو؟ غرق عرق میشود. فی رشه یعنی فی عرقه، در عرقش. حدیث متفق علیه است. بعد از این بس است یا این حدیث دیگرش هم میگیریم؟ نه خب حدیث 401 و عن انس رضی الله عنه قال، و از انس رضی الله عنه روایت است که گفت خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبتا ما سمعت مثلها قط، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت خطبنا یعنی سخنوری کرد برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا خطبه کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما، خطبتا یا سخنوری، یک گفتگوی، ما سمعت مثل قط، نشنیده بودم مثلش هیچ وقت، یعنی چنان سخنان کرد که یگان وقت به مثل این سخنها را شنیدگی نبودم. فقال، پس میگه در آن بین سخنهاش گفت لو تعلمون ما اعلم، یعنی اگر که شما بدونید آن چیزی را من میدونم، اگر که شما بدونید آن چیزی را من میدونم، لضحکتم قلیلا، حتما میخندیدید شما کم، قلیل میخندیدید، کم میخندیدید، ولبکیتم کثیرا، و حتما شما گریه میکردید خیلی زیاد، بسیار گریه میکردید. یعنی اون چیزی را من میدونم اگر شما میدونستید پس شما نمیخندیدید یا خنده را کم میکردید و گریه را بسیار میکردید. این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس انس چی میگه؟ میگه که فغطى اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وجوههم، یعنی که پس پوشانیدن اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم رویهایشان را، رویهای هر یک اصحاب پیغمبر رویهاشون را پوشانیدن. ولهم خنین، یعنی که ویها خنین داشتن. خنین یعنی چه؟ یعنی گریه کردن با آوازی که آوازش از بینی انسان میبراید، همین را میگن خنین، یعنی گریه با آوازی که آواز از بینی میبراید. این سمت پس گریه میکند، با توجه که میگن فخ فخ که گریه کردن، فهمو؟ آن همون طرز که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگر روی ها را پوشاندن، هر کس به گریه شروع کرد وقتی که این سخن را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است بلغ رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اصحابه شیء، یعنی رسید بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از اصحابش چیزی، یعنی اون گپی از اصحاب رسول الله بر رسول الله رسید، چی خبری بر رسول الله رسید. فخطب، پس رسول الله سخنوری کرد، رسول الله خطبه کرد. فقال، پس در خطبهش گفت عرضت علی الجنه و النار، یعنی نشان داده شد برای من جنت و نار، یعنی من جنت رو دیدم، نار رو دیدم، هم جنت هم دوزخ رو دیدم. میگه فلم ارا کالیوم فی الخیر و شر، پس ندیدم به مثل امروز خیر و شر را،
پس ندیدم به مثل امروز خیر و شر را. ولو تعلمون ما اعلمو، و اگر که شما بدانید آنچه را که من میدانم، لضحکتم قلیلا، حتما شما میخندیدید کم، ولبکیتم کثیرا، حتما گریه میکردید خیلی از زیاد. این سخن پیغمبر. اکنون انس چی میگه؟ میگه فما اتا علی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم اشد منه، یعنی پس نگذشته بود به اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم روز سختتر از این روز دیده. یعنی که برای رسول الله این روز دیگر بسیار روزی سختی بود. غطوا رؤوسهم ولهم خنین، غطوا رؤوسهم، پس اصحاب رسول الله این سخن که شنیدن سرهاشون را پوشاندن. غطوا یعنی پوشانیدن، رؤوسهم سرهایشان را، ولهم خنین و آنها گریه بابینی هاشون میکردن، فخ کرده گریه میکردن وقتی که این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را شنیدن. پس این حدیثی 401 و در همجا این درس رو با پایان میرسونیم تا درسی آینده. الله حافظ و مددکار. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.